الله مهربان پیغمبرش بسیار یک وصف زیبایی میکنه که ای پیغمبر بیشک در حقیقت تو صاحب خلق و رفتار بزرگی هستی. پیغمبر ما یک الگو، یک نمونه، یک قدوه حسنه برای امتش بودند. در بابت ادب، در بابت اخلاق نیکو چقدر یک تعلیمات بزرگ به امت دادند. حتی میگد انس بن مالک که من میگد 10 سال در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردم. یک بار من نگفت که برای چی این چیز از اینجا گرفته اون طرف موندی، برای چی این کار نکردی، برای چی این کار این خیل کردی، یکی سرزنشم نکرد. یک بار میگه مرا سخنی بد، سخنی سخت نگفتم. مسلمان همیشه باید در گفتار، در رفتار با مردم، در خاندانش، در بین جمعیت، در هر کجایی که هست باید اخلاق و آداب نیکو داشته باشد. باید مسلمان هر یک عملش تعلیم دهنده دیگران باشد. باید انسان ها هر یک کار و رفتار مسلمان دیده از او پند بگیرند. همچنان که از اصحاب کرام این را دیده میشه. هر وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت میکردن، میگه اصحاب کرام همچنان شیشته گوش میکردن که فکر میکردی که در بالای سرشون پرنده شیشته است که اگر حرکت میکنن از بالای سرش پریده میرود. همین خیل با آرامی، با اهمیت زیاد شیشته گوش میکردن و بالای این با گفتگیاشون عمل میکردن. شاعر میگه که پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. پیش آدمای صاحب علم، صاحب فضل، یعنی ادب داشتن، این از جمله ایمانداری است. پیش ارباب خرد مایه ایمان ادب است. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. به ادب را به سماوات بقا منزل نیست. به ادب را به سماوات بقا منزل نیست و سماوات بقا منزل مردان ادب است. دیده بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. وقتی که میگه قرآن الله را میکشایی، آیت‌های او را نگاه میکنی، هر یک آیت قرآن به انسان ادب میتیه، هر یک آیت قرآن به انسان تعلیم میتیه، به انسان درس عبرت می‌آموزه، به انسان درس اخلاق می‌آموزه. کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست؟ عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، گر میخواهی که پاتا در بالای شیطان بمانی، شیطان مغلوب بسازی، گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، ادب آموز که غارتگر شیطان ادب است. صحابه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد گفت که مرا وصیت بکن. گفت که غضب نکن. باز تکرار کرد، باز گفت غضب نکن. یعنی ادبش دار. وقتی که تو غضب نکردی، تو میتونی که یعنی خود اداره بکنی و از دایره ادب بیرون نشوی، از دایره اخلاق بیرون نشوی.
کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست. عقل در گوش دلم گفت که ایمان ادب است. گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی، ادب آموز که غارتگر شیطان ادب است. یک دو روزه که در این دار فنا مهمانی، یعنی چند روز در این دنیا هستیم، هیچ کس در این دنیا ستم نشده، آهن نشده که بیستم. یک دو روزه که در این دار فنا مهمانی، با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. یعنی انسان یک جا که مهمانی میری کوشش میکنی از خانه همون صاحب خانه خوب تمام شب بخورم، خوب یعنی مهمانی ما انجام بدیم و با آب رو باز از خانهش برآمده برم. یعنی دنیا ما این دنیا مثل یک خانه است که آمدیم باز برآمده میریم. با ادب باش، خاصیت مهمان ادب است. شمس تبریزی توی شمع خدای ملکوت، نغمه پرداز دمی مرغ سحرخوان ادب است. میگه ادب تاج است از نور الهی، بمان بر سر برو هر جا که خواهی. انسان در او وقت انسانی یعنی کامل شده میتونه، مؤمن کامل شده میتونه هر وقتا که با دیگر مؤمنا خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشه، ادبش از دست ندیه. به هر کس به مقدار همون انسان باید قدر احترام همون انسان بگذاره. باید به هر انسان بچنی همون خود انسان به او رفتار بکنه. چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فتبسمک فی وجه اخیک صدقه، تبسمی تو، خنده تو در روی برادر مؤمنات مثل است که گویا که یک صدقه انجام دادی. و وصفایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن الله ذکر کرد، استعذ بالله ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو ای پیغمبر درشت سخن میشدی، سخت گفتار میشدی، اگر سخت دل میشدی، صحابه ها از گرد تو میگریختن، دور میشدن، هیچ وقت با تو یک جا برای کمک تو یعنی با تو ایستادگری نمیکردن، یک جا نمیایستادن. از آداب و اخلاق و رفتار بهترین پیامبر اکرم بود که اصحاب کرام در گردش مثل پروانه در گرد شمع میسوختن و اما ایستادگری میکردن. این است آداب مسلمان، این است اخلاق مسلمان، این است حرمت و عزت مسلمان که باید همیشه با مسلمان ها با ادب و با اخلاق و با احترام باشد. صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین.